سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز عالی رو سپری کرده باشید. مهدی هستم و به چنل نایت آف پرشیا خیلی خوش اومدید. توی اولین ویدیو چنل میخوایم در مورد حالات مختلف مساوی یا هیچ به هیچ در شطرنج صحبت بکنیم و اینکه کلا چه روش ها و راه های سبب به تساوی در شطرنج میشه. پس بدون معطلی بریم سراغ صفحه شطرنج. راستی قبلش حتما چنلمون رو سابسکرایب کنید و اگر از این ویدیو خوشت اومد اونو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم به تساوی هیچ به هیچ هم میگن. یعنی چی؟ یعنی این که برنده و بازنده نداریم و بازی مساوی است دیگه. خب حالا این هیچ به هیچ 6 تا حالت مختلف به اضافه 2 حالت خاص داره که هر کدومشون رو امروز میخوام براتون توضیح بدم. اولین حالت نبودن نیروهای کافی برای مات کردنه. یعنی چی؟ یعنی نیروی کافی برای مات کردن طرف مقابل وجود نداره. الان اگه بخوام یه مثال براتون بزنم، شاه F3 میکنه، شاه سفید، و شاه سیاه هم B6 میکنه و شاه سفید سرباز سیاه رو میزنه و شاه سیاه هم سرباز سفید رو میزنه. در این حالت بازی مساویه و ما برنده و بازنده نداریم و بازی با نتیجه مساوی تمام خواهد شد. خب حالت دوم هیچ به هیچ یا تساوی وقتیه که نوبت حرکت با طرفیه که کیش نیست و شاهش قادر به بازی و قادر به انجام هیچ گونه حرکتی نیست. خب یعنی چی؟ یعنی الان شما این مثال رو نگاه کنید. الان شاه سفید به هیچ خونه ای نمیتونه بره، نه اینجا میتونه بره و نه اینجا میتونه بره. اینجا توسط اسب کیشه، اینجا که نزدیک شاه است. این سربازم که اصلا نمیتونیم تکون بدیم، اسب هم نمیتونیم تکون بدیم. چرا؟ چون به وسیله وزیر شاه ما کیش خواهد بود و به این حالت هم ما تساوی میگیم. چرا؟ چون شاه و مهره هامون هیچ خونه ای رو ندارن که برن. حالت سوم تساوی یا هیچ به هیچ قانون 50 حرکته و این زمانی رخ میده که بدون اهمیت دادن به بازی 50 حرکت متوالی طوری بازی بشه که در طی این 50 حرکت هیچ پیاده ای حرکت نکرده باشه و هیچ مهره ای هم گرفته نشه. در این حالت فقط کافیه از سمت یکی از اون دو طرف اعلام بشه که بازی مساویه و در این حالت دیگه بازی مساوی خواهد بود. اما اگر بازی ادامه پیدا کنه و منجر به مات بشه و پس از اون به قولن پیاده حرکت کرده باشه و یا مهره‌ای هم زده شده باشه، هیچ کدوم از طرفین نمیتونن اعلام بکنن که نه بازی قبلا مساوی بوده. باید همون موقع شما اعلام بکنی بازی مساویه و اگه بعدش به قولن حرکت صورت بگیره، حرکت سرباز صورت بگیره و یا مهره‌ای زده بشه و پس از اون منجر به مات شدن یکی از طرفین بشه، به قولن دیگه بازی تساوی نخواهد بود و اون کسی که مات کرده بازی رو خواهد برد. خب بریم سراغ حالت چهارم تساوی یا هیچ به هیچ. حالت چهارم قانون 3 حرکته. یعنی چی؟ یعنی هرگاه یک وضع معین در شطرنج 3 بار تکرار بشه اون موقع بازی تساویه. باز اگه بخوام براتون مثال بزنم، یعنی الان شاه سفید بره D4، شاه سفید به خونه D4 بره و شاه سیاه به خونه D8 بره و باز دوباره شاه سفید به خونه E4 بره و شاه سیاه به خونه C8 بره و همین وضعیت 3 بار پشت سر هم تکرار بشه. در این حالت بازی مساوی خواهد بود و از طرف دو طرف باید اعلان بشه که بازی مساوی خواهد بود چون این حرکت 3 بار پشت سر هم تکرار شده. حالت پنجم تساوی یا هیچ به هیچ حالت قرارداد متقابل است. یعنی چی؟ یعنی بعد از حرکت سیوم سیاه با یه قراردادی که بین دو طرف بسته میشه بازی تساوی پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی من
به رقیبم پیشنهاد میکنم آیا بازی تساوی باشه، مثلا به همچین حالتی برخوردم، همچین حالتی که الان داریم میبینیم برخوردم و بهش میگم اگه بازی تساوی باشه شما قبول میکنی، اون طرف هم قبول میکنه و در این حالت بازی هیچ به هیچه و خاتمه پیدا خواهد کرد. حالا مثلا اگه این صحنه رو هم بخوایم با هم تحلیل بکنیم به این صورت که مثلا شاه سیاه D7 میره اسب به خونه C4 میره، اسب سیاه اسب سفید رو میزنه، سرباز پس میگیره، فیل سیاه خونه فیل سفید رو میزنه، سرباز پس میگیره و الان یه حالت تقریبا برابر داریم و ممکنه به ماد الان سفید یه برتری نسبی داره، ممکنه که به ماد ختم بشه ولی خب ممکنه هم نشه و همون ابتدا و ممکن اصلا بلند سفید اشتباهی بزرگ انجام بده و به مات شدن خودش به قولن بیانجامه و همون اول کار مثلا سفید درخواست میده، میگه آیا شما قبول میکنی بازی تساوی باشه رو قبول میکنی و حالا یا سیاه میپذیره یا نمیپذیره و برعکسش هم قاعدتا صدق میکنه. خب حالت ششم تساوی کیش دائمه، در صورتی که یکی از دو طرف که نوبت حرکت با اونه ثابت کنه قادر کیش دائم بده بازی هیچ به هیچ خواهد. یعنی الان شما در نظر بگیرید اسب سفید به خونه C1 بره، خب الان شاه کیشه و فقط میتونه به خونه A1 بره، باز دوباره اسب سفید به خونه B3 بره و باز دوباره کیشه و شاه فقط به خونه A2 میتونه بیاد و باز دوباره این حرکت چندان و چندین بار تکرار بشه و خب بازی در این حالت تساوی خواهد بود. این حالت ششم رو میشه یکی از زیر شاخه های قانون 3 حرکت و یا قانون 50 حرکت در نظر گرفت. چرا؟ چون در 3 تا حرکت آینده اگه سفید عاقل باشه قطعا همین حرکت رو تکرار خواهد کرد و یا تا 50 حرکت آینده به قولن مهره‌ای زده نخواهد شد و در این حالت میگم دیگه بازی تساوی خواهد بود و 2 تا حالت خاص هم باقی میمونه که الان اونو براتون توضیح میدم. خب یکی از اون حالتهای خاص حالت پادشاه در مقابل شاه و اسب رقیبه که این حالت هم هیچ به هیچ خواهد بود و شما اگه تا صبح هم بازی بکنین این بازی برنده نخواهد داشت و آره دیگه این حالت تساوی خواهد بود و حالت دوم پادشاه در مقابل شاه و فیل رقیب خواهد بود و تو این حالت هم شما به هیچ وجه نمیتونین طرف مقابل رو مات کنین و در این حالت هم بازی مساوی خواهد بود. مثلا شاه سیاه کیشه به خونه E6 که بره و مثلا حالا چون این حرکت رندوم اگه سفید بره و فیل رو به خونه C5 ببره بازی تساوی خواهد بود و شما نمیتونین رقیب خودتون رو به قولم ببرین. اما اشتباه نکنین حالت 2 فیل یا 2 اسب میتونه منجر به مات طرف بشه و یا حالت یک پادشاه در مقابل شاه و رخ و یا وزیر رقیب میتونه مقابل یعنی ببخشید منجر به مات طرف بشه، اما فقط اسب و فقط فیل نمیتونن منجر به مات حریف بشن و بازی تساوی خواهد بود. خب بچه‌ها به آخر ویدیو رسیدیم، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. پس ازتون خواهش میکنم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و نظرتون رو برام کامنت کنید و اگه ما رو هم سابسکرایب کنید خیلی خوشحال میشم. با تشکر تا ویدیو دیگه، خدا نگهدار.